10 سال پر شد از زمان قبول قانونی که با نام تنظیم در تاجیکستان معمول است. امسال هم 11 ایول با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان سنه قبول آن تجلیل شد. تنظیم خیلی چیزی است که اطراف قبول قانون تکمیل و اصلاح آن بحث‌ها زیاد بودند. مخالفان خود را در جامعه تاجیک دارد. آنها بر اینند که این قانون آزادی‌های مردم را زیر سوال برده، رشوه ستانی مقامات را افزود. بازداشت هم شد در همون جا مثلا 1000-2000 سومون از همون نرخ نیست نرخ جریمه را میگه بتید ما شما را آزاد میکنیم، شما هر طرزی که میخواهید معرکتون را بگذارید. دلیر شریپوف که اعتقاد و عنعنات مردم را می‌آموزد بر این است که قانون تنظیم زندگی به این هم مشکل مردم را باز هم مشکل کرد. ما در سالهای نزدیک شاهد چند معرکه‌های با نام‌های دیگر میشویم که در قانون پیش بینی نشده است. دلیر به ما شهادت داد که همان ختنسور و حاجی طلبانی که در قانون تنظیم شدند حالا چون پیش با نام‌های دیگر پرشکوه و متنتن تجلیل می‌شوند. او میگوید چرا هم جشن نگیرند؟ ولی در خرسندی‌های مردم باید ما تنظیم نداشته باشیم. یک کس میخواد چطور زودروز جشن میگیرد، یک کس میخواد چطور پسرش توی میکند، یک کس میخواد با کدام آرزو دخترش شوهر میدهد. برعکس در حکومت تاجیکستان بر رادیو آزادی به اصرار گفتند که این قانون در حاشیه تجارب بین المللی تحریزی شده اقدامی نجیبانه است. مقصد از قبول قانون یک به نظام درآوردن معرکه ها نبوده، پیشگیری اسرافکاری در استفاده مواد غذایی است. مقامات میگویند در تاجیکستان در 10 سال اخیر سطح کمبیزاتی از 53 تا 30% کاهش یافت که جایگاه قانون تنظیم در این روند بزرگ است. تغییر رو علاوه ها به قانون به فایده مردم فعلا از روی حسابات های متخصصان 350 میلیون سامانی رو تشکیل خواهد نمود. عزیزالله میرزاده از تغییر الهه‌های تابستانی سال 2017 قانون تنظیم میگوید که یکی از مؤلفانش بوده است. و دیگر تغییر الهه‌ای که بسیار به فایده کار شد و پیش راه قانونشکنی ها را گرفت، این زیاد نمودن جریمه ها. بر طبق این اصلاح برگزاری 8 مراسم بالکل منع شد. بر اساس این قانون مقامات تاجیکستان دستور ترتیب کردند که داد و فریاد در مراسم ماتم و پوشیدن لباس سیاه را در زمان عزاداری منع کرده است. همچنین طعام دادن در مراسم عزاداری و ذبح چاروا منع شد. یک نفر میخواهد که اظهار تسلیت کند و باید در معرکه‌های عزاداری رفته دعا و فاتحه کند، نه اینکه رفته در اونجا مثلا طعام کند. این اعضای حکومت جامعه تاجیک را که مهمانداری جزء فرهنگشان هست نگران هم کرد. برای اکثر مردم شرق مهمان را به طعام گسل نمودن عیبی عظیم است. کارایی نکنیم و رفتار نشینیم پیش مرده‌دار رو کمتر اخی همدردی بیان نکنیم، این چه خیلی میشد. ما شبا اومدم پیش من نمیشدن، من از کفیده خرید میمردم اگر شوهرم گذاشتم. با همین احساس قبول کردند تنظیم ختنسور را که تاجیکان جزئی از جشن‌های مذهبی می‌دانند. بچه من خندسور کردن در کار، این به ممکنه خیلی ممکنه، اینم از قدم ایام ممکن کوچو ممکنه بود. تغییر دیگری که باز هم موضوع بحثی مردم بعد از قبول تغییر و الهه‌ها بر قانون تنظیم شد، مسئله لباس در مراسم عروسی بود. فضیله که باید پیراهن تویانه انتخاب کند میگوید حق انتخاب را نباید از او بگیرند. کورتای ملی پوشد، لیکن وای همان کورتا جای وقت و مکان خودش دارد. از همین سبب من فکر میکنم که باید دخترها مجبور نکنند که مثلا تو حتما همین کورتای ملی پوش. عین حال با نظر و از حقوقدانهای سابقه دار است. 10 ساله باز حامی حقوق بوده و از نظر او تنظیم لباس دخالت به محرم حقوقی شخص است. انتخاب از خود شهروند است. شهروند چرا انتخاب میکند؟ مثلا برای من هم معقول است لباس‌های ملی هم لباس‌های اروپایی. من باید خودم انتخاب کنم که کدام وقت کدامش رو من پوشم، اما هیچ کس حق ندارد که مرا مجبور کند که تو باید همین رو پوشی. جواب مقامداران در این مورد قطعی است. لباس‌های ملی ما جوابگوی طلبات نوعروسان ما هستند و ما این رو ترغیب میکنیم. مثلا اگر به این لباس نگاه کنیم، این
با توجه به این بحث و نگرانی ها طراحان تاجیک تلاش دارند برای نوروسان یک لباس زمانوی و همزمان ملی عروسی را تهیه کنند. هم طراحان هم متخصصانی خوب داریم که میتوانند همون فتح هایی که مثلا همون لباس های عروسی که مثلا سفید هستند و با نقش و نگار ملی از متاهای ملی زمانوی کرده پیشکش مردم گردانند. فکر میکنم که مردم عاشق این لباس ها مفتون این لباس ها میشوند. حکومت تاجیکستان میگوید صدها میلیون مبلغ شهروندان را قانونی تنظیم صرف کرده است. حامیان دلیل می‌آورند که حقوق‌های بنیادی شهروندان خلل یافته است. مردم نگرانند که در این گیرودار هویت خود را از دست می‌دهند. این است واقعیت‌هایی که اصلاح قانونی تنظیم از سال مرغ به سال سگ باقی گذاشت.